قصه پیوه ها. آقا السلام علیکم، به شما کی در کار؟ الو السلام، این حاکم پیوه ها است؟ نه، من حاکم پیوه ها که جنگ هستم خواهر عزیز. من حاکم عرقم، برای همین عرق میفروشم. آخر چیکار آخه؟ همین نمر بود که نه خطا کردید، من کراچی عرق میفروشم. تلفن نکن دیگه. بچه عزیز ها، من شما رو میترسونم جنا. التماس همین کارو نکنید. التماس همین کارتو نکنید گفتم ها. معلوم شد. قزبای خوردی ای؟ چی به ما را داد؟ همه کنه فوری که فهمیدی تو گسپان، همه کنه فوری، همه افتا میبینم، همه که میترسم که اونا دا بینم میگریزن اونا. ای به افکاتی را بزار شدم. همین کنی کراکرش از کنی با کپوستا نه. همه عدک چی داد میزنی؟ اوی ربی هیچ نیست که بخورم، واپشه یکون چی نیستای. من نمیدونم چی خورم، فقط کپوستا. او چخه کپوستا، فقط خونه دا کپوستای. مرده جو عرق خری برا. چخه عرق خورم؟ من برای تو شده عرق نمیخورم. فهمیدی زنک جان؟ نه که برای تو شده یک بار تارت حاضر میخورم. که جان شما دینه همه چیز رو خوردم. همین کتابی که تا مگزین دیزده بودیم من برده دست صاحبش میتیم. ما یک بار این کلتم بگه ایران بگه ما همه ایران دوزیدگیم یک بار بته ببوزی نکنی. فهمیدی؟ برد حاضر تو در مگزین چیز دیزدگی ده دو چه میگم. فهمیدی؟ ما رفتم سنگالی. چی من چیزی من نمیخونم پلیس هستم شنا میتین آخه من نمیدونم لیکن از من اثبات کردم میبیام. فهمیدی؟ از من عرقچه رو مکونم و رفتم. شما اجاتا نجمین.